4 ساعت صبح و 4 ساعت شام. این ریجه کاری علی جان همراهی 12 ساله است که در یک استاخانه تعمیری ماشین ها در راه دوشنبه وحدت کار میکند. سهار ساعت 7 میام تا ساعت 11 تازه را کار میکنم، باز مکتب میرم. بعد مکتب باز میام ساعت 4 5 میام باز کار میکنم تا ساعت 8 7 تمام. هر روز هم خیلی هر روز یه خیلی وقت دم میگیرم. علی جان در اینجا از 8 سالگی، زمانی که همسالانش سرگرم بازی و خوشگذرانی بودند، مشغول کار است. هرچند او در صحبت با ما گفت که کارش دشوار نیست و خرسند است که برای بودجه خانواده یاری میکند، اما میگوید قسمی از همسالانش او را تمسخر نیز میکنند. همه چی بگم دیگه خواب میکنم میگم تمام چیکار نیست، ولی گفتن میگیره آدم دهنش هر چی میگم. اساسا چی میگن؟ هیچ نمیگن کار میکنی تو نمی خونتون دیا بوناش کی یا برکتون باز نمیکنی میگم چی ده کره سه مکانی کلا هم داد برام قد دادم بودم که مش سوز نیست. علی جان همراه پدرش کار میکند. پدرش حبیب محیدینов میگوید این کار مجبوری نیست، بلکه فرزندش کار را یاد میگیرد و به زندگی آینده آماده میشود. کار نکردن در کارهای ناشایسته دست میزنن کودکو، هر جا میروند در کار. این قطعی پدر که باشه در یک جای میدونه که همینجا قطعی سر کار میکنه، یک چیز یاد میگیره، هنرمند میشه. بر اساس آمار رسمی 2 سال پیش در تاجیکستان زیاد از 125,000 کودکی تا 18 ساله کار میکردند که 116,000 در دهه ها بوده اساساً مشغول کارهای صحرایند. بجز این کودکان زیاد در کیزارها، چارواداری، عرابه‌کشی، سلفن فروشی، ماشینشویی، سودای خیابانی، پلچینکی نقلیات جمعیتی زحمت میکشند. امبودسمن یا وکالتدار حقوق کودک در تاجیکستان از شرح وضعیت کودکان کارگر خودداری میکنند. مقامات دیگر میگویند تعداد کودکان کارگر در تاجیکستان تا سال 2024 خیلی کاهش یافته است. 2929 نفر کارمندان غیر رسمی که فعالیت مهنتی میکردند آشکار کرده شدند و از این 2198 نفر مردها، 720 نفر زنان و 11 نفر را نابالغان تشکیل میکردند. اما از سوی دیگر تاجیکستان با قبول یک برنامه ملی 4 ساله مهنت کودکان را چون یک مشکل جدی اعتراف کرده وعده کرده است که تا سال 2028 شکل‌های بدترین کار کودکان را کاملا از بین میبرد. روانشناسان میگویند در مجموع کار جسمانی با آینده کودکان تأثیر زیاد دارد. طور به ما معلوم است وقتی کودکان به کار آغاز میکنند آنها به انبوه فشارهای روحی، تحقیرهای گوناگون و پس‌زنی روبرو میشوند. برای روان یک کودک این خیلی بسیار است. در آینده این میتواند نه تنها رشد ذهنی آنها، حتی میتواند بر رشد فونکسیون شناختی روانی آنها نیز تاثیر بگذارد. این گونه کودک‌ها وقتی بزرگ میشوند خیلی زیاد با افسردگی مزمن گرفتار میشوند. قانونگذاری تاجیکستان کار کودک را به طور رسمی تنها از 16 سالگی اجازه می‌دهد. به طور استثنا با رضایت خطی والدان برخی کودکان می توانند از 14 سالگی کار کنند. برای کودکانی تا 16 ساله کار نباید از 24 ساعت در یک هفته بیشتر باشد. در زمان تحصیل کار کودک نباید از 2.5 ساعت در یک روز بیشتر باشد. سازمان جهانی کار و آژانسی آمار تاجیکستان در یک تحقیق مشترک چند سال پیش سبب‌های اساسی کار کودکان در کشور فقر، دشواری اقتصادی، ضرورت یاری مالی به خانواده، در مهاجرت بودن والدان و به دوش کودکان افتادن تامین روزگار دانستند.